Hello guys, welcome to today's lesson. سلام دوستا، به درس امروزی خوش آمدید. امروز یک درس بسیار جالب و شوق آمیز داریم. یاد میگیریم که چطور یک تماس تلفنی برقرار بکنیم، صحبت بکنیم با شخص صمیمانه، دوستانه و قسم صحبت بکنیم که بامزه باشه دوستان عزیز. یعنی بعد از این ما کوشش میکنیم محاوره هایی را مطالعه بکنیم، تمرین بکنیم که کم شوخ‌آمیز باشه تا به شما دلچسب شوه. چون در روزمره وقتی که اشخاص صحبت میکنن، مردم صحبت میکنن، اونا هم به می لهجه و به می قسم صمیمانه و دوستانه صحبت میکنن. بعد از این ما شما هم امی قسم کانورسیشن های جالب و شوخ‌آمیز خواهد داشتیم. خب میریم به نام خدا آغاز میکنیم. در این قسمت دو شخصیت ها را داریم که یکی از به نام زهرا و دیگرش هم از به نام ریسپشنیست، اما کسی که معلومات میده و یا هم منشی دفتر برش میگن. خب زهرا تماس میگیره و به